امروز میخوایم یه آدم برفی بامزه بسازیم با لیوان یک بار مصرف و مقوا. آماده اید؟ بریم شروع کنیم. یه لیوان یک بار مصرف برمیداریم. بعد با کاغذ رنگی شکلای مورد نیازمون رو در میاریم. یه دایره برای صورت آدم برفی، یه کلاه قشنگ، یه دماغ هویجی و چشماش. بعد ته لیوان رو با احتیاط سوراخ کنید. یه خلال دندون رو از وسط اون مستطیل رد کنید و بعد خلال رو از سوراخ لیوانم عبور بدید. به این ترتیب خلال باعث میشه مستطیل نیفته داخل لیوان و سر جاش بمونه. حالا از داخل لیوان با یه سنجاق یا یه تیکه چسب مستطیل رو ثابت نگه دارید تا از بالا هم نیفته. در آخر کلاه و صورت آدم برفی رو که با هم چسبوندید به بالای مستطیل وصل کنید. و حالا برای اضافه کردن زندگی به آدم برفی اون رو تکون میدیم. ببینید چطور حرکت میکنه؟ آدم برفیمون آماده شد. حالا نوبت شماست که این کار دستی رو درست کنید. برای آموزش‌های بیشتر به پیجم سر بزنید.